نام وحیده است. شوهرم به کار کردن رفته بود ایران، اونجا پودر میکشی محتاج شده بود. وقتی که در افغانستان آمد ما عروسی کردیم کدش پودر میکشید. در دودش ما یک خانه داشتیم بسیار دیگه. من تلخی میکردم، گریان میکردم که چرا کارا میکنی. اون میگفت که دل ما رقم کردم تو را غرض نیست. خب بسیار دیگه طاقت کردم دیگه. روزگارم بسیار خراب بود. وقتی که پودر کشید من بسیار جانم درد میکرد. سرم اول درد گرفت، بسیار دیگه اعصاب خرابی میکردم در سرم. اوقاتم بسیار تلخ میشد. من که میگفتم جانم درد میکنم باور نمیکرد، میگفت تو دروغ میگی، جور تیار هستی. باز کم کم بسیار جانم درد گرفت، بسیار دیگه کم حوصلگی میکردم. خوب از ما پریده بود، اوقاتم بسیار تلخ بود. ما بسیار که روزگارم خراب شد. آخر یک روز یک کمک تریاک داد، تو بگی میره بخور که تو چه قسم میشی. وقتی که تریاک که من خوردم خوابم سرم آمد، جانم هم یک ذره دردش قرار کرد. من که دیدم که جانم قرار کرد دیگه دفعه گفتم خیمره یک ذره دیگه هم بده. دیگه هم که داد خوردم که هم تو جور شدم تا که این تفلکاین پیدا شد. دخترکم بسیار دیگه ناجور میشد، کم حوصلگی میکرد. ما هیچ نمیفهمیدیم که چه قسم درد میکنه. داد که پدرش نبود، جایی رفته بود. ما وقتی که پس آمد کدام خانه دود کرد یه شتک آرام شد. وقتی که فهمیدیم که اگر تریاک من ایره دادم گفتم تو باش که ایره بخوره که چطور میشه. این تریاک که خورد یه شتک هم خوب شد دیگه، دردش خراب شد. ما فهمیدیم که یا محتاج شدم مثل خودم باره شده. بسیار دیگه تو اندازه شه که تو من گفتم من خیلی طلاق میگیرم که من بسیار دیگه روزگارم خراب است. هیچ کس هم کدام رفت آمد نداشت. تو بسیار قریب 12 سال دیگه در عمل ما بند مونده. یک روز عادت که درد بیچاره شد کدام تا گفته که برو خدا را به سر که در نجات سنتر. باز ما آمدیم مالاتای قصر کردیم از مریضی ما را، مشکلات ما را، از اولادای ما را. بازی دکتر صاحب ما را زیر تداوی ایجاد کلینیک گرفت. بسیار دیگه زیادتر از خودتان از امی کمکتان که نمی زمینه رو مساعد کردین که حداقل نمی کلینیک شما بر ما جور شدین. نمی کلینیک بر ما مساعد شد که ما آمدیم کمک شدیم. اینال یک چند نفر دیگه هم که هست همی دمیر درد مبتلا کمک شد. این خود ما اولادای ما به تربیه اولاد خود نمیتونستیم رسیم. اینال ما خوش هستیم که خودم اینمی یک خودکفاییست به خودم که میتونم یک 4 نفر دیگر ما امروز گپ بزنم. This is the only project that addresses the complex problem of female drug users and female partners of male drug users. Secondly, it is a project that is community based, which is basically enabling the whole process of making the services far more accessible, more affordable. It is a combination of engaging with the community and also with the civil society partners like NGOs who are fully committed. تر اوسه پورې د دې پروژې د لاندې موږ توانېدلي یو، البته د جرایمو پر ضد د ملل متحد د نړیوال سازمان په مرسته په دې توانېدلي یو چې 250 هغه ښځې چې د ورید د لارې یا د زرق د لارې د سرنج د لارې مواد مخدر استعمالوي زموږ د وقایوي خدماتو نه استفاده وکړي. ښځو دسترسي صحي خدماتو ته په افغانستان کې محدوده ده او د هغې محدودیت یو علت دا دی چې ښځې خپله غواړي چې باید د ښځو د لاسه صحي خدمات ترلاسه کړي. په دې اساس د دې پروژې یوه غټه لاسته راوړنه دا هم ده چې افغانې ښځې اوس په دې باندې توانیږي چې د ایچ آی وي د مخنیوي خدمات یا نور طبي خدمات ښځو ته د ښځو په واسطه وړاندې کړي. ما هر روزه دمی کلینیک میایم و دوا میده. ما بسیار که خونه که چیز باشه باز هفته یک بار. آینده ما فعلا خراب است دیگه. بسیار با مشکلات دیگه زندگی ما تیر میشه، بسیار دیگه رنج میبرم. از خاطر طفلا که درس تعلیم خواندن نمیتونن،
بسیار دیگه تشویش میکنم.